این شیر و کیکی که به بچه مدرسه یا میدیم یه جورای خیانت حساب میشه. این کیکه رو من 3 روز گذاشتم تو حیاتمون، یه مورچه لب بهش نزده، همینجوری سالم مونده. عین روز اولش نرمه چون به ژل فولکس زدن که خوش نشه. کلی ماده نگه دارنده داره، به خاطر همین حیوونا نمیخورنش. 30 گرم قند تو این تنهاه. صبح ناشتا وقتی بچه اینو میخوره بدنش کلی انسولین درست میکنه که اینو بسوزونه. به مرور بدن به انسولین مقاوم میشه که میشه دیابت با خوردن این. بچه 10 ساله من میشناسم دیابت داره، باید انسولین بزنه. از اون بدتر این شیریه که کناره میخوریم که بره پایین. چند تا سوال: توی طبیعت کدوم موجود بالغی شیر میخوره؟ کدوم موجود بالغی شیر یه حیوان دیگر رو میخوره که ما این کارو میکنیم؟ شیر گاو رو میخوریم. هیچ حیوانی به من و تو یاد دادن که شیر گاو مفیده، ما کشف نکردیم. چون خودشون شیر گاو میفروشن، تو رسانه تبلیغ کردن که ما گول بخوریم که خوردیم. این شیر اسیدی ترین ماده‌ای که وارد بدن میشه، در کنار شکر این لوزالمعده رو منفجر میکنه و هرچی بیشتری مصرف شه به دیابت نزدیکتر میشیم. پس اگه بچه مدرسه‌ای دارید خواهشاً از این شیر و کیکا بهش ندید. کلی صبحونه سالم هست که از این ارزونتره، چند تاشو تو کپشن نوشتم. اگه همین ویدیو بهتون کمک کرد خواهشاً بفرستید واسه کسایی که ندونسته دارن این بلا رو سر بچه‌هاشون میارن.